میدونید وقتی که توی عروسی دامادی میشود، پیش از توی مادر عروس با عروس نصیحت میکند و من یک نصیحتی مادر به دختر را گفته میدیم. روزی سردار یکی از قبیله های عرب، افن ابن ملهم، میخواهد دختر قدرسش را به یکی از پیشوایان قبیله به شوهر دهد. همسر او امامه دخترش را نزدش شنانده به او نصیحت های بی‌بها میگوید: فرزند عزیزم، حیات همین است، مردها را برای ما را برای مردها آفریدن میگوید. تو به درگاه عروسی خاندان میشوی که تماما دیگر است، همسر شخص میشوی که خلق و اطوارش را نمیدانی. از این خاطر برایت چند مصلحت میدیم. اگر گوش اندازی عمل کنی، زندگیت در تمام عمر با راحت گذرد، صاحب بخت شوی. اول اینکه با قناعت باش، یعنی هر آن چیز شوهرت به خانه می آورد، خواه لباس خواه خوراکباری، با خرسندی قبول کن، چون که قناعت به دل حضور و حلاوت می بخشد. دوم، سخن گفته شده ایستان را تا آخر اهمیت ده. همیشه در اطاعت باش، به شوهرت گپ نگردانی. کوشش نما که با او هم فکر و یک دل باشی، با این رفتارت محبوب خداوند می گردی. سوم، به هر آنجایی که نظر شوهرت می افتد اهمیت ده. کوشش نما که چشم شوهرت به حالتهای ناگوار در خانه نافتد. چهارم، خانه‌ات را همیشه پاکیزه نگه دار، بگذار از خانه‌ات همیشه هوای معطر بر مشام رسد. پنجم، تمام تازگی از آب است، برای پاک و مصفا نگاه داشتن آب در خانه اهمیت ده. ششم، وقت خوراکخوری و وقت خواب شوهرت را دان. آن از جا جندالچه های اولین سر میزنند. ششم، وقت خوراکخوری و وقت خواب شوهرت را دان. خوراک را همیشه از روی عادت او حاضر نما و در وقتش به جایگاه درآی. هفتم، آن مال و ملک و جهازهایی که در خانه داری احتیاط کن، این کاردانی تو را نشان می‌دهد. هشتم، با نزدیکان شوهرت در معامله خوب باش، این نشان کدبانوی خوب بودن است. نهم، سیر و اسرار شوهرت را زینهار به کسی مگوی که از تو میرنجد. و دهم، شوهرت را احترام نما، امرش را به جا آور، در روزهای غمگینیش خرسندی مکن، در غم با او شریک باش. خلاصه هر چقدر در اطاعت باشی، به همین اندازه محبت میبینی. این گفته های مادر به دختر از تجربه روزگار گرفته شده، هنوز 1000 سال مقدم گفته شده است.